دبی، ترکیه و دولت‌های عضو منطقه شنگن. سه خط سیر اساسی سیاحت شهروندان تاجیکستان باقی میماند و با رسیدن موسم استراحت تابستانه آنهایی که امکان تفریح دارند با سبب دسترسی قیمت‌ها محض همین مکان‌ها را برای استراحت انتخاب می‌کنند. شرکت‌های سیاحی می‌گویند که سیر و سفرهای تاجیکستانیان در مقایسه با دوران پیش از بحرانی 2-3 سال پیش 70% کاهش یافته است. از سوی دیگر به اندیشه کارشناسان سیاحت هر ساله تابستانه هنوز به منتالیته ملی مردم تاجیکستان جای نشده. اکثریت مهلت استراحت و فرصت بیرون از کار را به کارهای خانه صرف می‌کنند. ستار قادروی 39 ساله مهندس است. زندگیش با یک معاش می‌گذرد و سیر و جهانگردی هرچند خیلی پسندش است اما فعلا امکانیتش برای این کوتاهی می‌کند. ستار می‌گوید کاری مهمتر از تماشا دارد که این هم تعمیر زودتری خانه و بیرون شدن از خانه پدرش میباشد. این هم صحبت ما میگوید اگر در این شرایط به سیاحت و استراحت رود هیچ کس از نزدیکان او را نمیبخشد. او میگوید سیاحت کار افرادی دارا و خاطرجمع است و برای نفرانی مثل او مسئله کندن قرض برای بنیاد منزل اولین درجه میباشد. بازار سیاحت شهروندان تاجیکستان به خارج به قبل دستاندرکاران این تجارت بیشتر در دوام 10 سال پیش از بحران یک اندازه جان گرفت. نقطه اوج سفر شهروندان تاجیکستان به خارج با نیت استراحت و تفریح تا سال 2015 و تا بحران مالیوی بود. شفقت ملایو یک مسئول شرکت تاجیک اینتور سرویس درباره کاهش سفر سیاحان به خارج میگوید: پیش وقتا مستر بود که 2 سال پیش 2 سال 3 سال پیش تو پیش کریزیس مستر بود کمتر شده گرده بیم یکون 70% کمتر شده گرده باز درام است که دلار بالانس شده یک مشکل دامون دیگه نرفت. جناب ملایو سبب‌های کم رفتن تاجیکان به خارج برای سیاحت را در بحران مالیوی، قیمت بودن سیاحت و دستنارس شدن آن برای اکثریت می‌داند. کارشناسان میگویند کمبود مالیوی از سبب‌های اساسی نیست که به شهروندان امکانیت نمی‌دهد تا در خارج استراحت کنند. به قول تحلیلگران در منتالیته یا شعور اکثر مردم تاجیک تا حال سیاحت هر ساله در ساحل بحر یا مکان‌های معروف توریستی همچون چیزی ضروری جای نشده است. در تاجیکستان طبق آمارهای اخیر 122 شرکت سیاحی فعالیت می‌کند.